شما این بچه‌ها اومدین ویدیو جدید ببینین؟ بریم بسازیمش. به چند تا یوتیوبر قرار پیام بدم و ازشون میخوام با اون ویدیو بسازم. هم تو میدونی هم من که احتمالاً جواب ندم، ولی آدمی به امید زنده است. جمله‌های انگیزشی با آقا مهیار منو که پاره کرد. اما جدی نمیدونم کدومشون حاضر میشه جوابمو بده نده. خودم که فکر میکنم هیچ کدوم. هیچ جوابم نده. یوتیوبر اولی که میخوام بهش پیام بدم سویل سولوای. خب دلیلش یه چیز شخصیه اگه بخواید دلیلشو بدونین، ولی از اونجایی که ما با هم این حرفا رو نداریم خودمونیم همون حقیقتش خوب ویو میگیره، لازمش دارم چنل لوش کنه بین خودمون باشه. بریم پیام اول بدیم. حالا وی پی ان وصل نمیشه. راستی بچه‌ها موهام براتون درست کردم، نگاه کنین خوشگل شده. بذار پیام بدم ببینم جواب میده. اول قاعدتا نمیده. آقا ایشالا هر کس جواب منو نداد خدا سوسکیش کنه. اوکی. سلام سهیل جونم، خوبی داداشم؟ بیا با هم ویدیو بگیریم داداش. آره بیا هم ویدیو بگیریم. خوشحال میشی بهم پیام بدی. چرا نمیگم خوشحال میشی بهم پیام بدی؟ نمیگم خوشحال میشم بهم پیام بدی؟ از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی 2-3 تاش مزخرف. چون قاعدتاً به نفع خودش. چی میگی؟ آها بذار یه چیزی هم بهش بگم تحریکش کنم حداقل جواب بده. شاید تحریک شد جواب داد. این بده. داداش اگه با هم ویدیو بگیری خوب ویو میخوری چون من توشم. نمیشناسم شما رو. کی؟ بریم برای یوتیوبر بعدی. بنیامین که بهش میگم مستر بیست ایران. چشمای رنگی و خوشگلی هم داره. به چشم برادری البته. فکر نکن. سلام داداش، من عاشق چشمای رنگی خوشگلت شدم. والله العظیم you are gay. Don't say this to me. والله you are gay. میشه با هم دوست بشیم؟ چیه مگه پسرا دل ندارن؟ اینا شوخی ها، تو کامنتا بعدا منو نخورینا. من قدمش مزه نیستم. Brother, what's that? What's that, brother? بدبخت شبیه جوونیای من شدی. یه ایموجی لبخند براش بفرستم عشق کنه دیگه. حتما جوابم میده مطمئنم. اوکی. خیلی گشنم بچه‌ها. بعد ویدیو بعد چیز بخورم. بیا اینو بخور. آی کارگردان ما داریم زحمت میکشیم برات. به تخمم. یک دو تا صندلی که حداقل بز آدم بتونه بشینه. من همه کارم دارم وایساده میکنم اینجوری که نمیشه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. قرآن اینجا به ما پولم نمیدن، آب و نون ما هم نمیدن. شب باید بریم خونمون یک تخم مرغ بخوریم. یک دو تا صندلی نمیذارن که ما حداقل بشینیم. من قرار نریم اینجا رژه نریم جلو ویدیوی من دارم رژه میرم. خیلی اوضاع خیته. یوتیوبر بعدی افشار تیکه. افشار چه تیکی واقعا؟ میگم افشار میدونی چرا درخت‌ها برای هم جوک نمیگن؟ چون از درخت‌های بانمک چوب شور درست میکنن. خیلی بانمک بود. پی نمک هم خودتونی. یه حس بدی بهم دست داد ولی من بهش دست ندادم حقیقتش. من تو رو فقط کمی باهوشتر از یک میمون میبینم. میدونم خیلی بی‌مزه کار کجا رسیده چه چیزا میگم. کومان یوتیوبرای بعدی کومانن. کوروش باحاله، ایمانم باحاله و خودم کارشون رو دوست دارم، جالبه. ولی از اونجایی که تفاوت سنیمون زیاده روم نمیشه حقیقتش چیزی بهشون بگم. پس خیلی ساده شروع میکنم. سلام بیا با هم ویدیو بدیم. خداحافظ. خداحافظ. A few moments later. الان یک هفته از اون موقعی که ویدیو رو گرفتم گذشته و هیچکس جواب منو نداده. متاسفم. توف تو این زندگی. بای.